آقایان به شما بگم، شما یادداشت کنید، آقایان بنویسید در زندگی هر زن همواره 3 تا مرد وجود داره. همیشه 3 تا مرد تو زندگی هر زن وجود داره. یک مردی که در اندیشه اون زنه. این مرد ممکنه یه دانشمند باشه، ممکنه یه فیلسوف باشه، ممکنه یک ورزشکار باشه، ممکنه یه شخصیت اخلاقی باشه، یه شخصیتی است که به لحاظ عقلایی، به لحاظ خرد براش الگوه. یه مرد دیگه‌ای که در قلب زنه، در قلب زن. و سومین مرد هم مردیه که تو آغوش زنه. کاری به اون مردی که تو مغز زنه ندارم که کی باشه، اون مهم نیست. اما آقایان، اگر اون مردی که تو قلب زنه با اون مردی که تو آغوش زنه، یعنی شوهرش، یکی نباشن، این دوتا یک نفر نباشن، زندگی شما فاجعه است و مسببش خودتی. آقای مرد، خودت باعث شدی که اون مردی که در آغوش زنه با مردی که در قلب زنه دوتا میشن. تو باعث میشی آقای مرد. چه سعادت آمیز اون زندگی که مردی که در ذهن زن، قلب زن و آغوش زنه هر 3 تاش یکی باشه. چه سعادت آمیزه.